سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه نگاه عمیق بندازیم به ساختار لایه‌های بلاکچین بر اساس مطالبی که داریم. هدف اینه که بفهمیم این لایه‌ها چطوری کار میکنن و چرا واقعا مهمن. خب بلاکچین رو که میدونید همون دفتر کل توزیع شده امن و شفاف. شاید بیشتر با بیت کوین و اتریوم بشناسیمش، اما خب کاربردهاش خیلی وسیع‌تر شده. قرارداد هوشمند، NFT، دیفای و دقیقاً. و نکته جالبش اینجاست که کل این ساختار لایه‌ای برای حل یه چالش خیلی اساسیه. بهش میگن سگانه بلاکچین. یعنی چطور میشه همزمان هم امنیت داشت، هم مقیاس پذیری، هم تمرکز زدایی. معمولاً شبکه‌ها نمیتونن هر سه تا رو با هم بهترین شکل داشته باشن. این لایه‌ها اومدن که کمک کنن. جالبه. پس این لایه‌ها یه جورایی جواب به این مشکل سگانه هستن. توی مطالب به چیزایی مثل نودها، الگوریتم‌های اجماع اشاره شده، اثبات کار، اثبات سهام. بله، اینا اجزای اصلی هستن. نودها که کامپیوترهای شبکه‌ان، الگوریتم‌های اجماع برای توافق روی تراکنش‌ها، شبکه‌های P2P برای ارتباط مستقیم نودها و خب ماشین‌های مجازی هم برای اجرای کدها. و گفتید 2 تا دیدگاه اصلی برای فهمیدن این لایه‌ها هست. آره، یکی دیدگاه فنی و معماریه، یکی هم دیدگاه پروتکل و مقیاس پذیری. خب اول و معماری رو سریع ببینیم. 5 تا لایه اصلی داشت: سخت افزار، داده، شبکه، اجماع و اپلیکیشن. درسته. لایه سخت افزار که خب زیر ساخته. لایه داده جاییه که تراکنش‌ها ثبت میشن و بلوک‌ها ساخته میشن. با امضای دیجیتال امن میشن. لایه شبکه یا P2P همون ارتباط بین نودهاست. لایه اجماع قلب سیستم، قوانین و الگوریتم‌ها اونجاست، POW یا POS. و لایه اپلیکیشن هم که خب مشخصه، برنامه‌های غیر متمرکز، قرارداد هوشمند، اینترفیس کاربری همه اونجا هستن. خیلی خوب، این از دید معماری. حالا بریم سراغ اون یکی دیدگاه که گفتید به مقیاس پذیری ربط داره. این معمولا بیشتر شنیده میشه، لایه 0، 1، 2. دقیقاً. این دیدگاه برای فهمیدن چالش مقیاس پذیری خیلی کمک کننده است. خب لایه 0 چیه؟ انگار یه لایه زیرینه. یه جورایی آره. ببین لایه 0 خود زیرساخت پایه مثل اینترنت و سخت افزار هاست. اما مهمتر پروتکل‌هایی رو شامل میشه که اجازه میدن بلاکچین‌های مختلف، یعنی لایه‌های یک مختلف، بتونن با هم حرف بزنن و متصل بشن. آها، پس کارش ایجاد قابلیت هماهنگی بین زنجیره هاست؟ مثل پولکادات یا کازموس؟ دقیقاً. اینا نمونه‌های خوب لایه 0 هستن که هدفشون ساختن یه اینترنت برای بلاکچین هاست. خب، حالا لایه 1، لیر 1. این دیگه خود بلاکچین اصلیه، بیت کوین، اتریوم. کاملاً. لایه 1 همون بلاکچین پایه است، امنیت اصلی شبکه، ثبت نهایی تراکنش‌ها و اجرای الگوریتم اجماع، حالا چه POW چه POS تو این لایه انجام میشه. مشکل اصلی لایه 1 همونطور که قبلا اشاره کردیم میتونه مقیاس پذیری باشه. وقتی شلوغ میشه، کند میشه و کارمزدا میره بالا. که اینجاست که پای لایه 2، لیر 2 وسط میاد، درسته؟ برای حل مشکل سرعت و هزینه. بله دقیقاً. لایه 2 مثل یه راه حل روی لایه 1 ساخته میشه. هدفش اینه که بار رو از روی دوش لایه 1 برداره. مثلا تراکنش‌ها رو خارج از زنجیره اصلی آف-چین پردازش میکنه، خیلی سریعتر و ارزونتر، و بعد نتیجه نهایی رو به صورت خلاصه شده یا دسته‌ای به لایه 1 میفرسته برای ثبت نهایی. آها، مثل پالیگان برای اتریوم که خیلیا میشناسنش. دقیقاً. پالیگان یه مثال خیلی معروف از راه حل‌های لایه 2 هست. راه حل‌های دیگه‌ای هم مثل رول‌آپس، اپتیمیستیک رول‌آپس، زکی رول‌آپس یا استیت چنلز هم هستن. پس این لایه‌های 2 سرعت رو میبرن بالا، هزینه رو کم میکنن. آیا روی امنیت یا تمرکز زدایی تأثیری دارن؟ یه جور بدبستون پیش نمیاد؟ سوال خیلی خوبیه. ببین همیشه یه سری ملاحظات وجود داره. امنیت نهایی همچنان به لایه 1 وابسته است، اما شما یه بخشی از اعتماد رو هم به اون سیستم لایه 2 میدید.
هدف طراحا اینه که این بدبستون رو به حداقل برسونن و مکانیزم‌هایی بذارن که امنیت تا حد ممکن حفظ بشه، ولی خب آره یه تفاوت‌هایی با انجام مستقیم تراکنش روی لایه 1 داره. فهمیدم. خب پس لایه‌های 0، 1 و 2 رو داریم. میمونه لایه 3، Layer 3. اون دیگه چیه؟ لایه 3 رو معمولاً لایه اپلیکیشن یا کاربردی در نظر میگیرن. این لایه دیگه مستقیماً با کاربر نهایی در تعامله. تمام اون دپ‌ها، یعنی برنامه‌های غیر متمرکز مثل صرافی‌های غیر متمرکز دکس، بازی‌های بلاکچینی، پلتفرم‌های وامدهی دیفای، اینا معمولاً تو لایه 3 قرار میگیرن. پس اینجا جاییه که ما به عنوان کاربر مثلا با یونیسواب کار میکنیم؟ دقیقاً. این لایه روی لایه‌های زیرین معمولاً لایه 1 یا 2 ساخته میشه و هدفش ارائه تجربه کاربری خوب و کاربردهای مشخص در دنیای واقعیه. گاهی وقتا قابلیت تعامل بین زنجیره‌ای کراس چین هم تو همین لایه پیاده سازی میشه. بسیار خوب. پس یه جمع‌بندی بکنیم. لایه 0 برای اتصال زنجیره‌ها. لایه 1 خود بلاکچین اصلی با امنیت بالا ولی چالش مقیاس پذیری. لایه 2 برای حل این چالش سرعت و هزینه. و لایه 3 هم لایه اپلیکیشن ها و تعامل کاربر. کاملا درسته. و کل این ساختار چند لایه در تلاش تا اون سگانه معروف امنیت، مقیاس پذیری، تمرکز زدایی رو به یه تعادل بهینه برسونه. و نکته مهم اینه که این یه چیز ثابت نیست، دائما در حال تکامله. دقیقاً، به خصوص لایه 2 و 3 خیلی پویا هستن. توسعه دهنده‌ها همیشه دنبال نوآوری و بهینه سازی‌ان تا هم مشکلات فعلی رو حل کنن و هم کاربردهای جدیدی برای بلاکچین پیدا کنن. خب خیلی ممنون، بحث جالبی بود و به عنوان یه نکته پایانی برای شما که گوش میکنید، با توجه به این تکامل دائمی لایه‌ها برای حل اون سگانه، به نظرتون کاربرد بزرگ بعدی بلاکچین که شاید هنوز بهش فکر نکردیم کجا میتونه باشه؟ تو کدوم صنعت یا بخش زندگی روزمره ممکنه یهو خودش رو نشون بده؟ این سوالی است که میتونید با خودتون داشته باشید و بهش فکر کنید.